نفری که مبلغ داشت و یک 50 یا 100 کتاب قرآن خرید و در خواننده هاش تقسیم کرد. تا وقت این قرآن هست در دست این مردم، ثوابش میگه به روحی همون خریداری که در خانه قبر است میرسد، یا کسانی که از زمین آب میبرارند. سوال دیگری که اومد از گفته است آیا ختم قرآن به میت میرسد یا نه؟ بابای حاجی میرزا گوید که آیا تبریک گفتن در روز جمعه درست است یا نه؟ خب آیا خون طهارت را میشکند؟ سوال دیگری آمده است که اذان فرض است یا سنت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حمد به حد، ثنای به اعداد، بر خدای که نور ایمان داد. غافر است و رحیم و رحمان است، پاک از عیب و شرک و نقصان است. صلوات خدای هر ساعت، بر رسول که هست زود طاعت. نام پاکش محمد عربی است، صلی الله علیه و سلم راهنماینده بزرگ و سبی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم برادران و خواهران بسیار گرامی، شما را به این روزهای بسیار سعید و بسیار روزهای نیک تبریک و تهنیت میگویم و از خداوندی که بسیار توانا و از خداوندی که بسیار بزرگ است خواهان او هستم که خداوند ما و شما را در این حیاتی که مقدر کرده است همیشه با توفیق و همیشه با یاد خودش نگه دارد و از الله مهربان خواهان او هستیم که خدای مهربان مشکلات هامانه، سختی هامانه از بالای سرمان دور گردانه و از خدای مهربان خواهان او هستیم که خداوند تمام گذشتگان ما و شما را رحمت و مغفرت کند و از الله مهربان خواهان او هستیم که برای آن روزداران که چه بشارت های زیادی داریم خداوند اهل روزداران را از این بشارت ها برخوردار گرداند و خدای مهربان دعا میکنیم که خداوند در این ملک ما و شما در این وطن بسیار عزیز ما و شما هم فیض و برکات نازل فرمایه و آفت و بلاها را خدا دور گردانه و از خدای مهربان دعا میکنیم که خداوند همه دادرها و خواهرها و مادرای مهاجری که داریم خداوند در پرده رحمت و عصمتش همگانشون نگهبان باشد. خداوند مشکلات ها را از بالای سرتان دور کنه، با کاراتون در خداوند برار و برکت دیه. برادران و خواهران عزیز، الله مهربان میفرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاسألوا اهل الذکر این کنتم لا تعلمون. خدای مهربان میگفت اگر هر یک مسئله و مسائلی که شما در او در ماندین، شما مقصد جواب او را ندانستین، شما از دانشمندهای خود، شما از علمای خود، شما از پیشواهای خود اون سؤالها را بپرسین تا که شما برای خود جواب بگیرین. انشاءالله برادران عزیز، من خدا خواهد چند سوالی که در پیش دارم برای شما سوالهاتون را جواب میگردانم تا از خدای مهربان خواهان او هستم که خداوند بعد گوش کردن این برنامه ها و بعد گوش کردن این سخن ها خداوند باز هم توفیق های ما را، محبت های ما را به سوی دینش زیاد بگرداند. اینجا سوال آمده است که بابای حاجی میرزا گوید که آیا تبریک گفتن در روز جمعه درست است یا نه؟ زیرا بسیاری ها این را بدعت میگویند. برادران عزیز و گرامی،
سوال فکر میکنم فهمیدین که با روز جمعه یکدیگر را تبریک گفتن، یعنی خو در مسجد ملاقات میکنین، خو در راه یکدیگر را میبینین، خو با طریق تلفن، خو با طریق مقصد SMS، خو با هر یک وسیله هایی که نباشد وقتی یکدیگر را میگین که جمعه مبارک باشد، یعنی روز جمعه را که رسیدین. این عادت در امروزه مردم ما خیلی زیاد هست که میبینی که هر کس با سبشنی می نویسد که روز سعید مبارک باشد، دعا کنید که خدا این روز از ما قبول گرداند گفته. با طریق همین سبشنی ها هم امروز این پیام ها می آید. آیا همین درست است یا نادرست است؟ زیرا بسیاری ها میگن بدعت است. برادران عزیز و گرامی، هر یک کاری را که اگر به شرطی که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم من کرده باشد، ما را از اجرای او، از گفتار او، این زمان اگر وقتی ما بازم آنی که ما یک حدیث صریح، یک حدیث صحیح داریم که جمعه را تبریک گفتنش بدعت است، اگر باشد این حدیث، این حالت اگر ما دیگر حقی کسی را تبریک گفتن نداریم. ولی وقتی که ما یگان حدیث صحیح یا یگان حدیث صریح نداریم که پیامبر من کرده باشد ما را، یا حداقل از آثار صحابه پیامبر که من کرده باشند که شما یکدیگر را با روز جمعه تبریک نکنین، این وقت برادر عزیز سخن اینها بالای چشم ما بود. زیرا که چیزی را که الله مهربان میگه و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چیزی را که پیامبر آورد بگیرید، از هر چیزی که پیامبر نهی کرد شما باز ایستید. یعنی اگر ما را نهی میکرد ما باز میایستادیم. خدا میگه فاین تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، در هر یک مسئله‌ای که اگر بحث و مناظره شود، شما با کتاب خدا، با گویم روش پیامبری نازنین مراجعت کنید. از این لحاظ برادرایی که ایرا اگر بدعت میگن خیلی خوب میشد همین برادری که هم سوال داده است، شما دلیل ها و حجت های اونها رو می آوردین، اینجا دا بسیار نیک میشید. زیرا که ما در تبریک گفتن یا کسی را مبارک گفتن نداریم یگان، اگر سخن یگان عالم هم که باشد ولی وی به دلیل و به حجت میگن، این یعنی چیزی صراحتا در کاره. مقصد پیامبر کسی را تبریک نگفت، صحابه کسی را تبریک نگفت، این دلیل نمی شود، بلکه دلیل همونی هست که وقت پیامبر گرامی ما را از او کردار منع میکنند. انا اینجا برادر عزیز، یا اگر کسی از صحابه پیامبر یکدیگر را تبریک گفتن و پیامبر مقصد اونها را منع کرد، گفت که نکنین یکدیگر را تبریک، انا این حالت دا ما میگیم که بله درست، روز جمعه را به یکدیگر تبریک نگیم. لیکن وقتی که این حجت نیست، وقتی که مثال میارن یک عالم از مقصد خواه پاکستان است، خواه از عربستان است، خواه از عراق است، فلانی عالم گفت، عالم برادر عزیز اینجا حجت نمیشود. حجت برای حجت یعنی یک دلیل یا یک حدیث یا حد اقل یک اثر، یک گویم یک رفتاری که بین دو صحابه پیامبر حتی باشد که مثال همین یک دیگرم گفته باشند و پیامبر من کرده باشد، یا صحابه پیامبر نسبت یک دیگرش من کرده باشد، برادر عزیز همرا ادرساشون بیارین، بعد مقصد این مسئله رنگش دیگر میشد. حاضر ما این خیلی حجت برادر عزیز نداریم. لیکن بینین حدیث های پیامبر ما که از ابن عباس جناب ابن ماجه که در رقم 1098 حدیث میارد،
میگه از ابن عباس میگه که این هذا یوم عید جعله الله للمسلمین، یعنی همین روزی برادرای عزیز، روزی جمعه را پیامبر نازنین گفتن روزی عید است. چرا که همین روزی عید قربان، عید رمضان داریم، یکدیگر را مثال در یک سال یک بار عیدا مبارک شوه میگیم. و همین روزی جمعه هم اگر بگیری با در مرتبه و در مقام این از روز جمعه و از روز مثال از عید قربان و عید رمضان در مقام و مرتبه با روز جمعه بلند است. از این لحاظ ما نمیتونیم برادرای عزیز که این روز عیدمان هست ما بگیم که نه تبریک گفتن یعنی بدعتش که گفتیم معناش همین میشه که کسی را بگی که جمعه مبارک شوه، تو با سبب همین گفتگی تو در گمراهی میرای و آدم گمراه جهنم میرود. برادرای عزیز اینم هیچ امکان ندارد من گفتم که حجت باشد، اینجا عقلگرایی نکنیم، زیرا معنای گپ شما همین است که اگر کسی را گویی که جمعه مبارک شود دوزخ میره. برای همین برای هر یک گپ زدن حجت در کار، یک حدیث پیامبر بیار، از آثار صحابه بیار، یا گفتگوی دو صحابه که دیگر تبریک گفتن پیامبر منشور کرده باشد بیارین، مرحمت قبوله. لیکن این خیل فلانی گفت فلانی عالم دلیل حجت نمیشه. برای همین برادرای عزیز مبارک گفتن، تبریک گفتن انشاءالله یگان باقی ندارد. تا با من انشاءالله اگر حیات باقی باشه، انشاءالله زنده باشیم، شما نویسین، مقصد در همین شبکه‌ای که حاضر من برآمد که هستم در همین نور تیوی، در همین شما نویسین همون حجتایی که برای بدعت بودنش بیارین، حجت‌ها را من میبینم انشاءالله با در همین جوابش برای شما میگردونم که من مقصد یا خطا کردم. اگر من خطا کرده باشم من اعلان میکنم من خطا کردم، لیکن اگر به شرطی که حجت نآوردین من میگم که این یگان باقی ندارد. خب سوال دیگری که آورده است گفته است خب آیا خون طهارت را میشکند؟ برادرای عزیز و گرامی، این پیش من حاضر یک کتاب هست، نام این کتاب آثار و سنه از علامه محدث محمد ابن علی نیموی که این کس برادرای عزیز حنفی مذهب هستند. خیلی کتابشون هم کتاب معتبری هست، زیرا که هر یه حدیثی را که میاره در زیرش تخریجاش است که کدام مثال در کدام کتاب این حدیث آمده است، اسناد این حدیث چی هست، همشون در زیر همین حدیث ها بیان شده است. زی خاطر در اینجا حدیث های را این حضرت بیان کرده است که از حضرت عایشه میارد، میگد قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من اصابه قیء او رعاف خب او قلس او مزی فلینصرف فلیتوضأ. در حدیث آشکارا آمده است، پیامبر نازنین گفته است هرگاهی که اگر کدامی از شما با پوری دهان وقتی میگردانین قی میکنین میپرتایین یا یک مقدار خوراکی را خوردین رفت در معده و از اونجا با پس گشت با پوری دهان پرتافتین، او رعاف خونه که از بینی جاری می شود، بینین، او مزیون یا مزیه که برادرای عزیز مقصد خواه انا بسیاری وقت انسان در یک چیز مثال فکرش می رود یا با زنش مثال گفتگوی دارد، کمی آبی که مقصد بیرون می شود. حضرت عایشه مادرم از پیامبر نقل دارد که وقتی اینها که در شما که پیدا شد فلیتوضأ، شما از سر نو طهارت بگیرید. یعنی این حدیث باز برادران عزیز و گرامی که انا در زیرش در ابن ماجه می آید و
با مقصد روایت مادرمون حضرت عایشه میگیرد، حتی میگه اگر شما مفصلتر خواهید که این حدیث رو اگر دریافت کنین، در بخاری هم میگه در باب استحاضه آمدگی هست، انا که زنی که نزد پیامبرمون آمدن، ولی من در همین ابتدای کتاب مقصد او حدیثی را که اشاره کرد که از اینجا مثال شما نگاه کنین، من اینجا هم دیدم که همون انا خلاص برادران عزیز، اگر چنده که این مسئله را مقصد در مذهب امام شافعی، در مذهب امام شافعی مقصد آمدن خون جاری را، یا مذهب امام مالک اجازت میتن که اگر خون جاری هم که باشد مقصد شکننده طهارت نیست. اونا دلیلای کاز میارن. این حاضر ما در باب استحاضه از همین کتاب حضرت، همین جا حضرت عایشه مادر میگه جاءت فاطمه تو بنت ابی حبیش، همین حضرت فاطمه دختر ابی حبیش پیش پیامبرمون آمد و از زیاد آمدن خون یعنی چیکار کرد؟ شکایت کرد که مقصد من نفری هستم که همین خون زیاد میره. استحاضهش برادرها و خواهرای عزیز یعنی مدت های 3 روزه، کمترینش، اکثرش 10 روزه. وقتی ای 10 روز زیاد که آمد او را استحاضه میگن. ولی در آخری حدیث هم مقصد نگاه کردم که پیامبر نازنین هم در همینجا اشاره کردن که یعنی خب گفتن که فقال لا، گفتن انما ذلك عرق ولیست بالحیضه. گفتن فاطمه گفتن او یکی از 10 روز زیاد میآید، گفت او دیگه حیض نیست. او را گفت ذالکه را عرق میگن، یعنی عرق خونه که از رگ بیرون میشود. یعنی وقتی که خونه که از رگ بیرون شید، طرف فاطمه دختر ابی حبیش پیامبر چی گفت؟ گفت که برای طهارت کن، یعنی بخون طهارت که گفته. همین را حضرت هم دلیل آورده است و حضرت امام ابو حنیفه هم همین را برای ما و شما اسناد کرده است که اینجا چند حدیث ها است، ولی با استناد این حدیث ها در مذهب خودمان خون شکننده طهارت به حساب می رود. اون امام شافعی هم از غزوه ذات الرقاع از حضرت جابر دلیل میارد که صحابه مقصد نماز میخواندن، زمانی که در بدن او تیر رسید و از جای تیر خون جاری شد ولی وی نمازش مقصد قطع نکرد. برادر عزیز، اینجا هم دانشمندای مذهب حنفی میگن که او حالت اضطراری بود، یعنی در یک حالت ضرورت قرار داشت. اگر همین خیلی حالت در بالای ما هم که بیاید، ما به همون خون جاری هم نماز ما نمیخونیم. یکی گپ در سر این است که اولی ما در میدان جنگ نیستیم، آیا تیر در بدن ما نیست؟ در این حالتهایی که امروز ما قرار داریم برادران عزیز و گرامی، با حدیثی که جناب امام بخاری حتی میارش که این زنی که پیش پیامبر آمد که از 10 روز زیاد شد، دیگر خون استحاضه گفت خونی رگ است. گفتی مثلا این دیگه حیض نیست، زیلیاز از خون استحاضه گفت، یعنی از برآمدن خون گفت. بچه هم دیگر چیکار کرد؟ طهارت کرد. برای همین شکننده طهارت این خون به شمار می رود. خب حتی همون بسیاری از حتی پیروای امام شافعی، حتی پیروای امام مالک، خودشون هم در همین مسئله رخصت دادن جاری شدن خونم بحث و مناظره ها دارند که حتی میگن این خونه که جاری می شود به آیت قرآن ثابت است که خون مقصد خودش این نجیس هیاخه. وقتی نجیس که از بدن ما بیرون می شود، یا خون وقتی که در لباس می زند به نماز میکند کو
زین لحاظ حتی همون صحابه هم که خان با همون خون جاری او خون جاری لباس شب به نماز میکند کو گفته با در بین خود همین دانشمندای امام شافعی و امام احمد حنبل بحث و مناظره است. زین لحاظ برادران عزیز و گرامی خون طهارت را میشکند. لیکن در مسئله خون یا زرداب اگر من طهارت داشتم یکی مبادا بینیم خون سر کرد یا یک جای زخمی بود خونش جاری شد یا زرداب جاری شد این حالت در استنجا یعنی بین پا را شستن شد ضرورت نداره فقط شما باقی اعضا را دست رو میگیم تا پامونم داخل میشود همین ها را میشویم تمام دیگر ما صاحب طهارت میشیم. برادر عزیز اینجا با سوال دیگری آمده است که اذان فرض است یا سنت؟ اذان برادران عزیز سنت است. الاذان سنتون یعنی اذان برادران عزیز از زمره حکمش سنت است. خب یعنی واجب و فرض نیست. سوال دیگری که اومد از گفته است آیا ختم قرآن به میت میرسد یا نه؟ ولی همین مسئله هم برادرای عزیز بسیار بسیار بحث و مناظره زیاد پیدا کرد از حساب همین شبکه هایی که مثل همین وصال حق و مثل اینا توحید و مثل دیگر اینا کلمه و از جانب همون نفرهایی که این برنامه ها را میبرند از زبان همونها مقصد برآمد که ثواب مقصد انا ختمایی که می شود ثواب خیرهایی که می شود همین ها مقصد بر روحی مرده ها تا نمی رسد. این معلوم است برادر عزیز که این اعتقاد اهل سنت نیست. من در اینجا برادر عزیز یک حدیث خیلی طولانی است ولی برای شما می خوانم که شما این چیز دانید که این حدیث برادران عزیز جناب ابن ماجه و جناب خب امام منذری در الترغیب و ترهیبش و امام بیهقی حتی همین البانی که این قدر آدم متشدد است همین حدیثی که حاضر من میخوانم همین را حتی اسنادش صحیح میگه. خب بیاید به حدیث میخوانیم از حدیث میفهمیم که ثواب این کردارهایی که در اینجا یاد میشوند همهشون میگه به روح مرده های شما میرسد. ان ابی هریره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان مما یلحق المؤمن من عمل و حسناتی بعد موتی. پیامبر گفته است میرسد مؤمن را گفته است از عملها و حسناتهایی که میکند بعد مرگش مثل علما علمه و نشره. برادرای عزیز یعنی یک عالم علمش به دیگران میبخشد یا از علمش دیگران را تعلیم میکنه. انا همین برادر اگر چند همین عالم در خانه قبرم که باشد مردمی که از او استفاده کردیستند ثواب او بر روح همون عالمی که در خانه قبر است میرسد. و ولدا صالحا ترکه دیگرش کی است؟ یک آدمی که یک فرزند صالح را به باقی ماند یک فرزند خوب یک فرزند بهترین یک فرزند مقصد موحد یک فرزند بسیار خادم یعنی همه جهت در همین فرزند خوبی ها دیده می شود. همین خیلی فرزند در گذاشته خانه قبر رفت بین از حساب فرزند صالحی تربیه کردگیش هم ثواب بر روحش می رسد. او مصحفا ورثه یا یک نفری که مبلغ داشت و یک 50 یا 100 کتاب قرآن خرید و در خواننده هاش تقسیم کرد تا وقت این قرآن هست در دست این مردم ثوابش میگه بر روحی همون خریداری که در خانه قبر است میرسد. او مسجدم بناهو یا کسی که با مبلغش مسجد بنا کرد. او بیتا لابن السبیل بناهو یا یک کسی یک مهمان خانه میسازد. ولی در جای ما این خیلی مهمان خانه های بے پول نیست که در خارج هست. مهمان خانه های هستن که میره بے پول خواب میکنی بے پول خوراک میخوری. انا همین خیلی مهمان خانه ها از بس که ما ها را که خانه همون مهمان خانه های. این مردم تاجیکی ما که سه مردم مهمان نواز و مهمان دوست های ولی
дар он мамлакатҳо як меҳмонхона аст. мақсад ҳамун дар бари болош нависондагӣ аст ки ҳамин мақсад чи аст, аз барои худо сохта шудааст. мераи шабта шаб мекунӣ, хиробта мехӯрӣ, савобаш ба ҳамун касе ки дар ҳамунҷа асосгузорай расидан мегирад. ав наҳран аҷроҳу, ё касоне ки аз замин об мебароранд. хуб, инҳое ки ин корҳоро кардан, вақте ки аз дунё гузаштанд, савоби ҳамин кирдорҳои некшон ба рӯҳшон бародари азиз мерасад. ав садақатан ахраҷаҳо мин молиҳи фи сиҳатиҳи ва ҳаётиҳи, ё одаме ки дар ҳоли ҳаёт, дар ҳоле ки калидои хазина дар дастшай, дар ҳоле ки бигем тамоми контроли пул дар дастшай, вақте мегираву садақа мекуна, баъд чӣ мешавад? мега ялҳақуҳу мин баъди мавтиҳи. ана ҳамин кирдорҳоеро ки ман дар боло, ана ҳамин амалҳоеро ки ман дар боло ёд кардам, ана ҳаминҳо ба рӯҳаш ҳатман мерасад. яъне маълум шуд аз ин ҳадис. ин ҳадиси дигаре ман дар пеш дорам ки ҷаноби бухориву муслиму тирмизиву ҷаноби абу довуду ҳама ривоят карданд аз абу ҳурайра. мега иза мотал инсон инқата амалуҳу илла мин салос. бин, яъне инсон аз дунё гузашт, магар се нафаре ҳаст ки номаи аъмолшон намепӯша худо. якум садақатин ҷория, касе садақаи ҷория мекунад, роҳ месозӣ, масҷид месозӣ, бин меҳмонхона месозӣ, об мебарорӣ, касеро зан метӣ, ҳама ё садақаи ҷориянд. ав илмин юнтафау биҳ, ё аз илми дигарҳо манфиат мегиранд. ав валадин солиҳин ядъу лаҳу, ё фарзанди хуберо ки боқӣ мемонӣ. инам ҳадиси машҳуре ки маънош чи аст? яъне инсон хонаи қабрам ки рафт, ҳамин кирдорҳои некаш дар хонаи қабр кӯмакш мекунад, савобаш ба ӯ мерасад. маълум мешавад ки ақидаи аҳли суннат бар ҳамин аст, бародарону хоҳарони азиз, ки яъне кирдорҳои неки мо савобаш ба гузаштагон мерасад. имрӯзо чӣ кардем ки мо ҳам мисол ҳар як рӯза мегирем, бега мегем худо падару модармона раҳмат кӯ ба хотири ҳамин амали солеҳе ки ман кардистам. ё як пиёла чой мекунам, 4 мӯи сафеда фарёд мекунам, як таом мехӯранд, як оят мехонанд, мегем савобаш мерасад, зеро амали солеҳ кардем. савоби амали солеҳ ба рӯи гузаштаҳо мерасад. ин ақидаи аҳли суннати вал ҷамоа аст. аллоҳи меҳрубон боз ҳам нигаҳбонтон бошад, худованд бедарду беғамтон кунад. иншоалло хеле камкам монда ҳам шидем моҳи рамазонай. аз ин лиҳоз боз суолҳое ки иншоалло омадистанд мо менависем, барои онҳо бо ҷавоб мегардонем ва он саволҳоеро ки пештар ваъда карда будам дар боби даҷҷолу дар боби мурда мешнавад намешнавад, иншоалло онҳо ҳам дар арафаи ҷавоб гуфтананд. камкамак баъзе машғулиятҳо ҳам дорам, аз ин лиҳоз ба он саволҳо нарасидам, вале иншоалло дар ҳамин рӯзҳои наздик онҳоро ҳам ба самтон мерасонам. охиран аллоҳ ҳаматонро нигаҳбон бошад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. бардорони азиз, сабтҳои нави ҳоҷи мирзоро ҳар рӯзи сешанбе ва ҷумъа метавонед аз канали Нур ТВ тамошо кунед. ссилкаи канал дар описаниеи видео дар омада обуна шавед ва интизори видеоҳои нав ба нави устод ҳоҷи мирзо бошед.